دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام تستنت مود رو بهتون بگم. برای اینکه شما این تستنت رو انجام بدین، توی صفحه گلکسی یه دونه تسک گذاشتن که باید بیان این تسک رو انجام بدین. دوتای اول که راحته، شما باید توییترشون رو فالو کنین، دیسکورد جوین بدین. دوتای آخر هم مربوط به لایک و ریتوییت هستش. اون دوتا مورد وسطی باید اول از همه شما برین اتریوم روی شبکه تستی سپولیا دریافت کنید از یکی از این دوتا سایت. بعدش بیان داخل این سایت و یه مقدارش رو بریج بزنین به شبکه مود تستنت. وقتی که بریج زدین به شبکه مود تستنت، باید بیاین تو قسمت مود دامین و اینجا یک اسمی رو سرچ کنیم. بعد که همچین چیزی بهم نمایش داده شد، اینجا روی تایید که همین خودش هست کلیک میکنم و میام پایین اینجا روی ریجیستر کلیک میکنم. وقتی روی ریجیستر کلیک کنم، ازم میخواد که تراکنشی رو داخل ولتم روی شبکه مود تایید کنم. این نکته رو بهتون بگم که این دوتا تسک طول میکشه تا تایید بشه. البته برای من دومیه، زودتر از اولی تایید شد. موفق باشید.